ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. این امیر مؤمنان شنیدید شب 19 ماه مبارک رمضان مورد ضربت ابن ملجم مرادی قرار گرفت و فرمود فزت و رب الکعبه. اما امشب صحنه عجیبی است. چه بگم؟ نمیدونم شما باید برای من حالات علی را بیان کنید یا من، نمیدونم. آثار زهر به پاهای حضرت رسید. ساعتی به هوش می آمد و گاهی بیهوش می شد. حسن و حسین کنار حضرت نشستند، زینب و ام کلثوم کنار حضرت نشستند. چون پزشک توصیه کرده بود که حضرت وصیت کند، حضرت شروع کرد به وصیت کردن. اما یه مرتبه دیدن حضرت به آسمان نگاه می کند، می فرماید السلام علیکم و رحمت الله. گویا فرشتگان صف کشیدن آمدن. امیرالمؤمنین فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صدای گریه از خانه بلند شد. تو تاریخ دارد که زینب و ام کلثوم کناری نشستند گریه می کنند.